در مواقع روبرو شدن با مانع چی کار میکنیم؟ اولین راهمون اینه. میتونیم سرعتمون رو کم کنیم تا وقتی که دوچرخه وایسه، بعدش عین پیرمرد رو دوچرخه رو بلند کنیم با دستمون، بذاریم رو مانع، بعدش حرکت کنیم. ولی ما سوسول نیستیم. 1. برای وقتمون ارزش قائل میشیم. 2. حوصله سرعت کم کردن نداریم. پس راه دوم انتخاب میکنیم، یعنی پرش از روی مانع. حالا گزینه دوم چیه؟ با همون سرعتی که داریم از روی مانع بپریم. بله درست همین. ما امروز میخوایم اینو آموزشیتون بدیم. برابر امروز میخوایم آموزش پرش با دوچرخه یاد بگیریم که بهش میگن پانی هاپ یا جامپ. حالا پانی هاپ کجا به دردمون میخوره؟ برای رد شدن از موانع کوچیک، به درد پرش روی جدول میخوره. مثلا آقا داریم میریم یه جدول میبینیم میخوایم بریم تو پیاده رو، میپریم توش، یا برعکس. بعد پرشای طولی مثلا یه مانع بزرگ دیگه، آدم سرعتش هم بالاست نمیتونه کاری کنه، مجبور همه رو با هم بپره. مثل این. هیچی ندیدی؟ الان صحنه هستش میاد. و به درد بالا رفتن از جایی، مثلا میخوای از یه جایی بالا بری، دیگه نمیخوای یه ساعت پیاده شی دو چرخ رو بلند کنی، یه دفعه میپری راحت. هنوز قانع نشدی باید پرش رو یاد بگیریم؟ خب میخوام قانعت کنم. فکر کن یه نفر یه ماشینی یا موتوری چیزی افتاده دنبالت، تو هم با سرعت داری فرار می‌کنی، یه دفعه با یه همچین مانعی روبرو میشی که عملاً هیچ موتور و ماشینی نمیتونه از اینجا رد بشه. اگه جامپ و بلد نباشی میای گیر میکنی اینجا میگیرنه، ولی اگه جامپ و بلد باشی این اتفاق میفته. علاوه بر اینکه خودت حال میکنی پریدی، آقا دزدارم پشماش میریزه. حالا دزده یا میخواد خفتت کنه یا هرچی، افتاده دنبالت بالاخره، تو با دوچرخه این پری با خیال راحت. حالا که قانع شدی، لتس گو به سمت آموزش. برابر فقط برای آموزش حتما لوازم ایمنی داشته باشین، ایمنی رو قشنگ رعایت کنین، تو یه جای خلوت حتما تمرین کنین. بریم براش دیگه. اولین آموزش بالا آوردن چرخ جلوی دوچرخه است. برابر هیچ رکاب زدنی نباید در کار باشه. بنر رو میدی تو همین. فقط کافیه کمک بزنید و با کمک دست و پا دوچرخه رو بکشین، وزنتون هم همزمان بندازین عقب و در لحظه آخر وزنتون رو بندازین رو به جلو. الان داشتم ادیت میدادم، یه چیزی رو یادم رفت بهتون بگم، گفتم بیام بگم. این حرکتایی که بهتون آموزش میدم، مثلا میگم اول چرخ جلو بیارین بالا، آموزش اول، اینا مثلا اینجوری نباشه که یه بار بزنیم بریم آموزش بعدی. چند بار باید بزنین، زیاد باید بزنین، تکرار. انقدر باید تکرار کنین تا بره تو ناخودآگاهتون. بعدش که رفت تو ناخودآگاهتون دیگه حفظش شدین، مثلا حرکتا چشم بسته زدینش، میری سراغ آموزش بعدی. برعکس حالا آموزش دوم بالا آوردن چرخ عقب دوچرخه است. برعکس قبل آموزش بالا آوردن چرخ عقب دوچرخه باید یه چیزی رو یادتون باشه. نگاه کنین این رکابه. وقتی میخواین این تمرین رو باید انجام بدید، باید نگاه کنین بزن پا رو بذارم ته. بعد فرمون رو صفر فشار بدین اینجا. قشنگ با دست بگیرید این چیزی بیارید بالا. این کارو انجام بدید. فشار بدین. پاتون رو به عقب فشار بدین. این کار رو زیاد باید انجام بدین. حالا بریم برای آموزش. دستا صفر چسبیده به فرمون، میشینیم ناگهان خودمون رو به جلو پرت میکنیم، پاها باید رو به عقب دوچرخه رو بکشه بالا، فرمونم باید رو به جلو فشار داده بشه. ببخشید دوباره وسط ادیت اومدم یه چیز دیگه بگم. این حرکت رو با ترمز انجام ندید. با ترمز انجام بدید 1% به درد نمیخوره، باید فقط با پا بکشینش بالا، اصل کاری هم اون پاه. خب برعکس حالا که با تمرین مکرر این دوتا تمرین رو یاد گرفتین، باید بریم با این دوتا تمرین یه مانع رد کنیم. حالا میبینین چجوری. این از مانع. برعکس تنها کاری که باید بکنیم اول چرخ جلو رد میکنیم، بعدش هم چرخ عقب.
این تمرین برای وقتی که 2 تا تمرین قبلی رو فول شدین. اگه اونا رو فول شدین میای سراغه. چرخ جلو بلند میکنیم و از رو مانو رد میکنیم. وقتی رسید زمین حالا چرخ عقب رو بلند میکنیم. تمرین قبل رو باید حفظ شده باشیم. برابر حالا که تمرین اول یاد گرفتیم بالا آوردن چرخ جلوی دو چرخ، تمرین دوم یاد گرفتیم بالا آوردن چرخ عقب دو چرخ، تمرین سوم این بود که یه مانع رو رد کنیم با این دو تا حرکت. حالا تمرین چهارم چیه؟ دیگه رسیدیم به پرش، ولی هنوز به پرش اصل کاری نرسیدیم. فعلا اینو یاد بگیریم. تو این پرش جفت چرخ با هم دیگه میره بالا. اینجوریه که میشینیم کمک همزمان میدیم تو. حالا با کمک دست و پاهامون همزمان خودمون رو پرت میکنیم بالا. به پاها و دستا قشنگ دقت کنیم، نکته‌هاشو میگیریم. تو همه اینا باید پاتون رو بچسبونین به رکاب. این من نگاه کنین، صفر بچسبونین، هول بدین رو به عقب. شاید شما فکر کنین بیشتر تمرکز رو دست دارین، بیشتر کار رو دست انجام میدین، ولی 50% دست، 50% پا و بدن. خب برعکس، پنجمین آموزش یعنی آموزش پانی‌هاپ یا پرش خرگوشی. حالا چرا بهش میگم پرش خرگوشی؟ برعکس این آخرین آموزش همون آموزش اول و دوم همزمانه، یعنی باید با هم انجامش بدیم، ولی با فرق این که باید رو هوا انجامش بدیم. میشینیم همزمان کمک هم میزنیم، دو چرخه هم میکشیم رو به عقب، خودمون رو پرت می‌کنیم رو به جلو، حالا فهمون رو هول میدیم رو به جلو، پاهامون هم فشار میدیم رو به عقب. حالا همین کارا رو هم روی مانع انجام میدیم. خیلی راحته پرشتم خدایی. یه نکته دیگه هم بگم برعکس، این حرکت رو میخوایم روی مانع بزنیم باید یه ذره سریع‌تر عکس‌العمل نشون بدیم، چون احتمال شاید چرخ عقبتون بخوره پنچر بشه. بگم تو یکی از ویدیوهای خودم هم رفیقمو دیدید اینجوری پنچر شد. برعکس دیگه پرش رو یاد گرفتیم، ولی یه چیزایی هم باید براتون بگم. پرش یه عواقبی هم داره، یه نکاتی هم داره. خب نگاه کنین، پرش وقتی میپرین این دو چرخ میاد پایین به شانژمان آسیب میزنه. وقتی میاین پایین یا باش میپرین کمک‌ها آسیب میبینه، پوشاش خراب میشه و صدا میگه تق تق. وقتی زیاد با دوچرخه پرش میزنین احتمالش هست تنه بشکنه. واقعا جدی میگم، وقتی زیاد پرش میزنین احتمالش هست اینا بشکنه، اینا احتمالش هست کج بشه، لنگی بگیره که میگیره بعد یه مدتی. حالا یه چیزایی هم بهتون بگم که روی پرش تاثیرگذاره و بهتر میکنه پرشیدن. خب برعکس بعضی این توقع هستن که یه حالت جامپی دارن، مثلا وقتی میپرین خودشون پرت میکنن هوا، پرتت میکنن هوا. کمک تاثیر زیادی روی پرش داره. خب هر چقدر کمک بره تو بیشتر پرتت میکنه هوا. و اینکه براتون بگم سبکی دو چرخم خیلی تاثیرگذاره تو پرش، خیلی. یه نوع شانژمانایی هستن به نام شانژمانای قفل. از اینجا میزنی، نمیدونم از کجا دقیقاً قفل میشه و دیگه وقتی پرش میزنی این صدای لعنتی رو نمیده. ولی اگه عاشق پرشین دو چرخه بهتون معرفی میکنم، یکی BMX یکی درت جامپ. با اینا یعنی شما با دو چرخه عادی انقدر بپرین، با دو چرخه BMX و درت جامپ انقدر میپرین، انقدر خیلی پرشتون بیشتر میشه. بعد اونا هم میشه دو چرخه تریال رو واقعا قبول ندارم برای پرش، چون واقعا برای پرش نیست، باید یه ساعت بپری باش، بعد بپری روی مانع. ولی دو چرخه های اندرو و دانهیل هم خوبه. برعکس اگه با این آموزش حال میکنین یا کلا عاشق دو چرخه این، بیاین تو چنل من پر چیزای دو چرخه ایه. برعکس و اینکه هر مشکلی دارین برای پرش تو کامنت ها بنویسین، همه رو جواب میدم. در آخر اگه این ویدیو به دردتون خورد یا خوشتون اومد یا هر چیزی، لایک کامنت فراموش نشه. یا اگه میخواین ویدیوهای دوباره آموزشی حرکت‌های دیگر هم بذاریم لایک کنیم. خداحافظ. چشم دوستای آموزشی بعدی چی باشه تو کامنت ها بنویسید.